خب سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. تانل بر روی پنل هیدیفای در خدمتتون هستم. روی پنل XUI و همراه روش گوست رو من بهتون آموزش دادم در ویدیو قبلی، اما روی پنل هیدیفای می‌خواستم آموزش رو جدا بهتون بدم که متوجه بشین روی این پنل به چه صورت تنظیم بکنید. یکی دو تا دوستان برای من کامنت گذاشتن که روش قبلی از پروکسی KCP که استفاده کردم ممکنه اهمیتش خیلی بالا نباشه. البته من تا الان باهاش مشکلی نخوردم. روش KCP هم از پروتکل UDP استفاده میکنه که سرعت بسیار خوبی داره. اما به هر حال توی این آموزش میخوام از پروتکل وب سوکت استفاده بکنم روی کانالمون، WSS بزنیم روی گوست و برای اینکه خیالمونم راحت تر باشه. ما چه کاری انجام میدیم؟ بیایم پنلامون رو آماده بکنیم. من سریع پیش میرم چون یک بار آموزش رو بهتون دادم. این سرور ایران من هست، اینجا SSH خورده و بازه، و این سرور خارج من، سرور هیدیفای من. اوکی، اون فایل تکستی که دادم بهتون رو اینجا آماده میکنم، تغییرات رو روش براتون ایجاد میکنم همینجا و بهتون میگم که باید چه کاری شما انجام بدید. نگرانش نباشید، من اون رو براتون آماده میکنم. IP سرور خارجم رو میخواد، من میام از توی اینجا برش میدارم. IP سرور خارجم رو داخل این دستورات میخوام اضافه کنم که آماده باشه. در این قسمت آموزش قبلی حتما ببینید که سوال براتون پیش نیاد. بریم از اول کدا شروع کنیم به زدن. سرور ایران رو بریم کانفیگ کنیم. اولین کاری که میکنیم ما wget و نانو رو نصب میکنیم و با wget میایم نرم افزار گوست رو میگیریم، دانلود میکنیم و با گانزیپ بازش میکنیم. شما کافی فقط این کد رو کپی و پیست بکنید، کار اتوماتیک انجام میشه. بعدش ما تغییرش میدیم به آدرس پوشه‌ای که میخوایم و بهش حالت اجرایی میدیم با این دستور دومی که اجرا کردم. حالا داخل یک ادیتوری به اسم نانو ما میایم یک سرویس ایجاد میکنیم و این سرویس رو ادیت میکنیم که بهش بگیم که این گوست برای ما چی کار بکنه. دستورات گوست هم اینجا برای شما من آماده نوشتم، شما این رو باید توی نانو کپی کنید. اما اینجا من گفته بودم چی باشه؟ فوروارد از طریق KCP باشه. سری قبلی گفتیم که هر چیزی که -L روی TCP پورت میاد برای هر پورت 443 -F فوروارد بکنه از طریق KCP به IP خارج من بر روی پورت 4444. اوکی؟ این چیزی بود که اون سری گفتیم. اما این دفعه میخوایم روش رو عوض کنیم. تنها کارش اینه، اینجا بهش میگیم چی؟ از طریق ریلی انجام بده به WSS. من اینم براتون آماده میفرستم، شما نگران نباشید که این ادیت بخوایم بکنید و اینا. من این رو آمادهش رو برای شما میذارم. پس اینطوری شد روی پروتکل WSS. اوکی، این سرور ایران ما، این رو ما کپی میکنیم داخل سرور، پیست میکنیم و میگیم کنترل X برای خروج، Y برای ذخیره و اینتر. خب یک بار ما سرویس رو باید انیبلش کنیم، فعالش کنیم و استارتش کنیم. با دستور systemctl enable ghost ما فعالش میکنیم و با systemctl start ghost سیستم رو استارت میکنیم. برای اینکه مطمئن بشیم کارمون هم انجام شده، با systemctl status ghost میتونیم ببینیم که اکتیو هست یا نه، که اکتیو شده و بهمون میگه داره این کار رو روی این IP انجام میده. سرور اینا رو ما دوستان من تمامه. پس من با این سرور هیچ کاری ندارم، ترمینیت و میگم ببندش. بریم داخل سرور خارجمون بشیم. خب اونایی که هیدیفای نصب کردید میخواید هیدیفای انجام بدید، به این صورت بهتون نشون میده. شما به سمت راست و اینتر کنید که کنسل بشه. اینجا داخل پوشه opt هیدیفای داش کانفیگ هستیم. تایپ بکنید cd یا cd/root که برگردیم به صفحه روتمون. اوکی، تایپ کردم cd، پس برگردیم صفحه روت. الان کاری که میکنم در اینجا هم من میام و با همون دستورات گوست رو نصب میکنم. گوست ما نصب شد، فایلش دانلود شد. حالا انتقالش میدم به پوشه‌ای که میخوام و بهش حالت اجرایی میدم. بعدش دوباره با دستور نانو یک سرویس ایجاد میکنم و میخوام داخل سرویس دستوراتم بنویسم.
بیایم پایین تر نوشتم سرور خارج، میام سرور خارج انجام بدیم. اینجا من نوشته بودم چی؟ KCP. اوکی، اینجا که KCP نوشتم میشه ریلی به اضافه من اجرا نوشتم ریلی به اضافه WSS. تو این دستور هم گفتم که چیکار کن، بیا شما، من به اضافه هم اشتباه نوشتم. اوکی، گفتم هر چیزی که اومد رو پورت 4444 شما مستقیم دایرکتش کن رو پورت 443. پس این دستورات رو من کپی میکنم و داخل نانو سرور خارج اضافه میکنم. کنترل X برای خروج، وای میگه میخوایم ذخیره کنیم، میزنیم وای که ذخیره بشه و اینتر. در حال رایتینگ هست. حالا سرعت اینترنت من احتمال آمده پایین. خب انجام شد. یک بار سیستم رو انیبلش میکنیم، یک بار سیستم رو استارتش میکنیم و استاتوس میگیریم ببینیم آیا انجام شده دستورمون، اکتیو شده یا ارور داریم. خب اکتیو شده و مشکلی نداریم. پس تنظیمات سمت سرور ما کامل تموم شد و تانل ما ایجاد شد. بریم روی پنل هیدیفای. یه کاری که انجام میدم، من یه دونه دامنه میام داخل کلادفلر ایجاد میکنم، میذارم اسمشم مثلا ایران، سرور ایران هم باشه یا IR. اوکی، به IP ایران هم اشاره بکنه و پراکسی خاموش. خب این تنظیمات رو قبلا توی ویدیو قبلی من براتون انجام دادم. تنظیمات مدیریت هیدیفای. مدیریت هیدیفای رو حتما نگاه بکنید که بفهمید روی هیدیفای من چه تنظیماتی انجام دادم. دیگه نیاز به تکرار اینا توی این ویدیو نباشه. وارد پنل هیدیفای میشم، داخل قسمت تنظیمات میام، قسمت دامنه ها. این دامنه ها رو از قبل من ایجاد کرده بودم تو آموزش مدیریت هیدیفای. اوکی، الان یه دونه دامنه به اسم ریلی میخوام ایجاد بکنم برای تانلمون. پس اینجا ایجاد رو میزنم، دامنمون بود ir.cf.hedify.site. نامش هم میزنم تانل، میدونم تانل بشناسیمش، حالتش رو میزنیم روی ریلی. اوکی، و ذخیره رو میزنیم. اعمال تنظیمات رو الان باید انجام بدیم. تایید. خب اعمال تنظیمات هم برای ما انجام شد و ما میتونیم کارمون رو بریم انجام بدیم و تستش رو روی گوشی بگیریم. نحوه تنظیم ورکر هم من داخل گیت هاب هیدیفای دیدم. اگر نیاز دارید کامنت بذارید تا من نحوه استفاده و تنظیم ورکر داخل هیدیفای رو بهتون آموزش بدم. خیلی هم ساده است، چیز پیچیده‌ای نداره، شاید کلش 5 دقیقه وقت ببره. اما اگر مطالعه کردید و متوجه نشدید چی هست به من بگید، من براتون آموزش رو با کمال ایمیل میذارم. خب وارد هیدیفای میشم، یه چک میخوام بکنم قسمت پروکسی هامو و بعدش برم رو گوشی خونم چیا برام فعال هست. روی پروکسی ها میام، تو آموزش قبلی شادو TLS فعال کردیم و الان یه دونه برای ریلی برای من چیزی اضافه شده. تروجان نه، چیزی اضافه نشده ولی خودش اتوماتیک حتما از سمت دایرکت میگیره. خب ما گفته بودیم که شادو TLS فعال باشه، تو قسمت CDN فقط این حالت ویلس فعال باشه و تروجان رو خاموش کردیم و تو قسمت دایرکت هم گفتیم که ریالیتی فعال باشه و این مدل برای من. اوکی، چیز دیگه هم اضافه نمی‌کنم فعلا. میام تو کاربران، کاربری که ساخته بودم رو اضافه می‌کنم. البته عذرخواهی می‌کنم ازتون، داخل تنظیمات دامنه ها من به IR دستور ندادم که چیکار کنه. وارد قسمت کاربرم میشم، طبق آموزش قبلی میام پایین و میام اگه لینک کاربری به کسی دادم از اینها استفاده کنه: اوتو، کلاود، دایرکت و IRCF. اوکی، کلاود رو من خاموش میکنم، مال ابراوان بود چون فعالش نکردم و کار نمیکرد. ذخیره. حالا بریم تو قسمت کاربران.
میام لینک کاربری رو بازش میکنم. خب میام تو قسمت اندروید، گزینه V2 Ray NG و گزینه لینک برای سابسکریپشن رو میزنیم و وارد گوشی میشم. خب با گوشی من میام و به عنوان QR کد این سابسکریپشن رو اضافه میکنم. اضافه شد، 3 تا نقطه رو میزنم و میگم آپدیت سابسکریپشن. لینک ها برای من اضافه شد. خب یه حالت اتوماتیک داشتیم که از CDN های کلادفلر استفاده میکرد. حالا سیم کارت رایتل هنوز خدا رو شکر جواب میده و من رو رایتل دارم استفاده میکنم. حالت دایرکت داشتیم، مستقیم ارتباط از سرور. اگه سرورتون فیلتر نباشه کار میکنه، مثل که سرور من فیلتره، پس ریالیتی هم نباید کار بکنه. حالت دایرکت مثلا فیلتر نیست، اون اکانت مشکلی داشت. اوکی. اما حالا اومدیم تانلی زدیم به روی دامنه ircf.edify.site که به عنوان ریله اضافه کردیم. پس اینا باید برای من با این دامنه کار بکنه که بعد میبینید بله. پس به همین راحتی شما روی پنل هیدیفای هم تونستین تانل بزنید و هیچ چیز عجیب غریب پیچیده دیگه ای هم نداشت. این تانل هم بر اساس وب سوکت بود و دیگه کار خاصی شما نداره که بخواید انجام بدید. به همین راحتی کار شما میتونه انجام داده بشه. فقط نکاتی که هست بعد ویدیو تانل آره یا نه رو توی پیج من حتما ببینید تا ببینید به چه علت بعضی وقتا تانل انجام نمیشه، یا سرعت تانلتون پایین هستش، یا ممکنه هر اتفاق گندی لگی یا برای شما بیفته. پس اون ویدیو رو حتما مشاهده بکنید. اگه سوالی بود داخل این قسمت در خدمت هستم، حتما ازم بپرسید، من راهنماییتون خواهم کرد. پایدار و پیروز باشید.